بحث بازاریابی تلفنی خیلی مهمه. اصلا واژه بازاریابی از نامش مشخصه، یعنی بازاری وجود دارد و من باید پیداش کنم. در بازاریابی تلفنی اصلا چه هدفی وجود داره؟ یه وقت هدف اولتون فروشه، یعنی بحث پیدا کردن مشتری برای محصولی، یعنی بازاریابی محصول خودتون رو می‌خواید داشته باشید. گام دوم من می‌خوام اصلا تلفنی بفروشم، یعنی قرار نیست مشتری من حضوری منو ببینه، قرار نیستش حتی مثلا وبسایت خاص منو ببینه یا از طریق پیام با من در ارتباط باشه برای فروش. نمی‌خوام تلفنی بهش توضیح بدم و بفروشم. خیلی ها بازاریابی تلفنی انجام میدن برای امر خیریه، مثلا یقینا به همتون زنگ خورده از فلان شرکت هستیم و مجموعه خیریه هستیم و اگر توان مالی دارید مثلا یه مبلغی پرداخت کنید برای یه گروه خاصی که حالا مد نظر دارن. سوال پیش میاد آیا جواب داده؟ میگیم بله. از کجا معلوم؟ بر چه اساسی میگیم؟ چون داره تکرار میشه این کار. گام چهارم برای بازاریابی تلفنی یه روش تحقیقاتیه، نظرسنجیه، تماس بگیری با مخاطب‌های خودت و نظری بپرسی، سوالی بپرسی در رابطه با یک موضوع خاص. شروع کنید تماس بگیرید برای رسیدن به اهداف.